عقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه وأنار قبره قبل أن يسكنه. آدمی عاقل، آدمی دانا، آدمی متدبر، تدبر و تفکر و تعقل داره، آدمی میفهمه، آدمی بگیم زیرک کسی هسته که او چیکار میکنه؟ ترک میکنه دنیا را قبل ان تترکه، قبل از آن که دنیا را ترک کنه. دنیا را چه ترک میکنه؟ دنیا را همین چند سالی هست به نماز و روزه میگذرونش، به عبادت میگذرونش، به صله رحمی، به خشتواری، به کودداری، به کاری خیر، در کاری خیر سبقت میگیره. ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام عزیز ما و شما اینقدر میگه کاری خیر میدید، در کاری خیر میگه اینقدر زود انجام میداد که یک کسی دیگه نکنه تیز بکنم همین ثواب ما بگیریم. ما میگیم که بچه اونجا کاری خیره برین، اونجا را کار بکنیم، بلوتونا بگیریم برین، اون عرق توزه کنیم برین، اون کار خیره کنین، درخت بشنونین، آب بتین، پشتو لکتوکوتونا توزه کنیم برین، مزورو را توزه کنین برین، خیکنین. مردم نه پروا ندارن. ای برادر یوشی جوانی یک دست پود میرسه یک کاری خیره بکی که قبل از اون که دیگه دست هیچ کار نمیویه. انمی آدمی عاقله که تیز بکنه میگه میدونه که یک روز نه روز ای دنیا میروه، دنیا ترکش نکنه. قبل از چی دنیا را ترک میکنه؟ دنیا همش پشتی مول دنیا چیدی و نماز قضا شوه چی در کره و خالی مول؟ پشتی دنیا چیدی که پول یافتی و آخرتت برباد چی در کره و خالی پول؟ هم خیر است؟ استاستا هممون قبر میریم. میگه آدمی عاقل دنیا را ترک میکنه قبل از اون که ترک کنه. بعد آدمی دانو بکه و انار قبر قبل ان یسکنه، قبرش آباد میکنه قبل از اون که در قبر داخل شه. قبر چخیر آباد میکنه؟ روشنیش میگیری. قبر تاریکه، قبر اینقدر وحشت خرابه. چند بار ما حدیثو را گفتم قبر تاریکه، او قبر روشنی بردن در کل، قبر در سوید بردن در کل. او جای خیلی نیست که این دنیا ولی ترانسفورمات باشه ایو لینیه دیگه بکشی سوید بیاری، خیلی نیست. او را به عمل روشنی قبر چیه؟ با نماز بامداد، نماز خفتن در تاریکی و بیاین نماز بخونین، نماز تاریکی در بخونین قبراتون چی میشه؟ درونی قبر چیه؟ پری گل، بوی، خوشبویی. تلاوت قرآن، شب تلاوت کنین، روز تلاوت کنین، قرآن بخونین، قرآن یاد بگیرین. خیلی من میگم حالا ایسای من عربیش نمیدونم، کریلیکی برو اومده کریلیکی چه بخونین؟ یاسین کریلیکی، تبارک کریلیکی، واقعا کریلیکی، الرحمن پره هم خیلی کتابه کریلیکی چه بخونین همیشه انشالله. خبرتون آباد کنین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان القبر اول منازل الاخره، قبر یکی از منزل‌های اول آخرته. فإن جاء منه فما بعده يسير منه، اگر قبر یکی از اولی خانه، اگر همین قبر آباد شید، در همینجا اگر نجات یافتی، اگر همینجا خوب شید، فما بعد يسير منه، بعد چم آسان میشه. فإن لم ينجو منه، اگر نجات نیفتی اول همین خانه، قبر در موندنید که قبر از دو حالت خالی نیست، یکی از باقی جنه گوته. اگر قبر پری و تشید همینجا نجات نیفتی، و این لم ینجو منه، اگر نجات نیفتی همین، فما بعده اشد منه، آخرش با سخت تره. چند بار گفتم که حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی در وقت سر قبر بیهوش شید، خیزوندنش بودن حضرت چی بیهوشیدی؟ گفت که همین حدیث دیادون دادن، این قبر اولین خانه انسانه. اگر همینجا آباد شید، آباد ایستاد. اگر همینجا سخت شید، آخرت هم چی میشه؟ سخت میشه. برای همین دعا کنید خدا پروردگار آخرت ما و شما را آسان بگردونه. کل دیون تقضی، تمام قرضها داده میشه الا دین الوالدین، مگر قرض پدر و مادر داده نمیشه. همه کس اوشیمار به من قرض گرفت، میتی قرض میگه، میگه همسایه قرض میتیش، رفیقت میگه قرض میدی دادرت، اول قرض میوره میتت قرض میگیری، نه که قرض والدین داده نمیشه. قرض والدین فقط چی داده میشه؟ فقط دعا کردی، دعا که کردی انشالله دعای قرض پدر و مادرت دادی. چی دعا میکنی؟ فاللهم اجعل ابی رفیق نبی صلی الله علیه و سلم فی الجنه، خدایا پدری مرا رفیق محمد صلی الله علیه و سلم در جنت بگردون. و امی سیدت من سیدات اهل جنه، مادر ما از سردارهای اهل جنت بگردون. آمین بگین. وقتی این دعا را کردی انشالله
چیکار کرده؟ قبرتن قرض پدر و مادرت دودگی همه وقتی دورا بکنین توجیکیش همیه خدایا پدر ما رفیق حضرت محمد صلی الله علیه و در جنت بگردون مادر ما یک سردار زنهای جنت بگردون قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن صحیح مسلم 2877 حدیث میگه نمیمیره یکی از شما مگر بر خداوند گمانی خوب کنه یحسن بالله الظن یعنی با خداوند گمانی خوب چیه انشاءالله وقتی انسان که پیش مرگ بوده خدا کریمه خدا بزرگه خدا را تعریف که خدا غفور رحمان انشاءالله خدا ما را میبخشه بنده گناهگارم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین پروردگارم تو پاکی ما گناهگاریم ما با جانهای خود ظلم کردیم ذکر دیگرم پشیمونیم پروردگار اگر تو نبخشی ما را دیگه بخشنده ای نداریم اگر تو ما را مغفرت نکنی دیگه مغفرت کننده ای نداریم اگر تو نصرت نکنی دیگه نصرت کننده ای ان شاء الله تو کریمی یا الله تو خودت وعده داده که اگر تو بسوی ما یک وجب بیای ما بسوی تو یک قدم میام اگر تو گفته که یک قدم بیام ما بسوی تو دویده میام یا الله ما را مغفرت کن ان شاء الله تو کریمی تو بزرگی با بزرگیت ما را ببخش همین گمانی خوب کردی ان شاء الله خداوند چیت میکنه میبخشد یگان تو گمانی بعد با خداوند نکنی خدا رحیمه خدا کریمه خداوند اینقدر بزرگه که انشاءالله یک 700 رحمت داره یک رحمت چه در همین دنیا برای خلق کرده برای انس جین و حشرات و گزنده و خزنده همین یک رحمت چه پرتفته ایامون رحمت یک قطره را نیمش در هر یک ما و شما هسته همه وقتی که از ما یک از در رحم میکنیم دلمون میسوزن همون رحمت خداوند 99 رحمت چه الله سبحانه و تعالی برای بندهاش در آخرت مونده که با همین 99 رحمتش بندهش که در گناه غرقه همون را بپوشونه داخل جنت نگاه کنین همین رحمت پلنگ سر میکنه اوهو را قبیده نمیتونه گودکش هم میقبه نمیخرش خیلی گردش تو میخره با دیگه پلنگو را نمیمونه که را چیکو کنه بخورن یعنی همون رحمت خداونده و همین خدا انشالله با خداوند گمانی بد نکنین عزیزم اودیم الحج و العمره شما حج فرضی عمره را دوام بتین زیاد کنید میگه فإنهما ينفعان الفقر و الذنوب زیرا حج دور میکنه فقر کمبغلی را دور میکنه گناهاتون را مغفرت میکنه کما ینفی الکیرو خبز الحدیث مانندی که آهن چخله که آتش او میکنه انمی حج که کردی هر یک قدم در خداوند گناهاتون را مغفرت میکنه رزق روزیت زیاد میکنه کمبغلی را ایت چی میکنه دور میکنه هر کسی ما در زندگی ما دیدیم هر کسی که حج کرد فضیلت و برکت شدید بوی میشود فقیری را دور میکنه خداوند تعالی خونش میره دو میکنه یا الله بعضی مولیم تنگه یا الله تو کریمی تو رحیمی یا الله تو رزاقی دی ما رزق بده خداوند گناهات رو میبخشه خداوند تبارک و تعالی خودش وعده داده هر کسی خونه من میاد ملائکه رو میگه چیزی میگه بتینش دستش خالی روی نکنین وقتی بنده من دستش میبرداره ایمان میخواد اگر خالی روی کردین من شر میکنم که دستی رو خالی روی کنم با همین خاطر ان شاء الله خداوند ما و شما را با حدیث های مبارک رسول خدا امید بگردونه